وقتی که صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند و اهالی مدینه را از آن که چه واقعه به عمل آمد خبر دادند، مردم مدینه نمیدانستند و از این واقعه، یعنی آنی که محاربه نزد بدر بود و در آن جنگ مسلمانان پیروز شدند، خبر نداشتند. بعد از این خبر مسلمانان خرسند شدند، اما منافقان باشد برای پهن کردن سخنهای دروغ پرداختند. آنها می گفتند که در این جنگ پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند و مسلمانان مغلوب شدند و این تا آن دم دوام کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم خود به مدینه آمدند و مردم با چشم خود ایشان را دیدند. وقتی که محاربه نزد بدر به انجام رسید، صحابگان به 3 گروه تقسیم شدند. یکم گروه جوانان بودند که زود از پی جمع‌آوری چیزهایی که به دست آمده بود از پی جمع‌آوری همانها شدند. گروه دوم موسفیدان و صحابگان کلانسال بودند که آنها از پی محافظت پیامبر صلی الله علیه و سلم شدند تا اینکه دشمن ناگهان بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هجوم نکند. و گروه سوم آنهایی بودند که از پس دشمنان رفتند تا آنها را دریابند و نابود سازند. بعد وقتی که شب فرا رسید، آنهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را محافظت میکردند آمدند و با جوانان نگریستند و گفتند: ما میخواهیم حق خود را از چیزهای به دست آمده بگیریم. جوانان برای آنها گفتند که اینجا حق شما وجود ندارد. پس آنها در جواب گفتند: آخر ما شما را محافظت میکردیم، از پی امنیت شما بودیم، پس چطور آنجا حق ما وجود ندارد؟ تا این دم در قرآن یگان آیت آیدی چیزهای بعد از جنگ و دست آمده، یعنی که آیدی غنیمت ها، یگان آیت فرستاده شده نبود. بعد از این واقعه خداوند آیت یکمی سوره انفال را فرستاد و معنی آن چنین است: تو را از غنیمت ها میپرسند، بگو غنیمت ها از آن خدا و رسول است. یعنی حکم غنیمت ها در دست خدا و رسول است و کسی دیگر در آن اختیار نیست. پس از خدا بترسید و آنچه را که میان شما است به صلاح آورید و اگر مؤمن هستید به خدا و رسول او فرمان برداری کنید. یعنی که این آیت از آن شهادت میدهد که هر یک غنیمتی که بعد از جنگ به دست آورده شده بود، یعنی بعد از جنگ نزد بدر، خداوند میفرماید که این غنیمت ها به خدا و رسول او تعلق دارد. یعنی که حکم آنها در دست خدا و رسول است. یعنی چیکار کردن با آنها، خلاصه برآوری، یعنی چیکار باید که با آنها کنیم، این را باید که خداوند به رسول او صلی الله علیه و سلم حل نماید. این حادثه با جوانان و موسفیدان به ما آن را میفهماند که آنهایی که کلانسال هستند در زندگی تجربه بیشتر دارند و آنهایی که جوان هستند قوه و نیروی بسیار دارند و برای آن که امت به پیش حرکت کند ما باید سرجم باشیم تا اینکه قوه و تجربه را در یک جایگی استفاده بریم. من پیش از همه برای خود و بعد برای شما عزیزان یادآور میشم که هیچگاه از پی جستجوی خطاگی‌های برادر و یا خواهر مسلمان نشوید، زیرا کسی که از پی نفر مشاهده میکند تنها به خاطر جستجوی خطاگی‌های او و بعد از خطاگی‌های او را به مردم آشکار کردن، یعنی که خطاگی‌های او را می‌یابد و به مردم آشکار می‌سازد، خداوند این گونه آدم را در خانه خودش شرمنده می‌سازد. و فراموش نکنید که هر نفری که عیب و خطاگی‌های برادر و یا خواهر مسلمان را
در این دنیا میپوشاند، فردا خداوند گناهان او را خواهد پوشید. فردا او از سبب آنه که عیب یک برادر و خواهری مسلمان را پوشانید در این دنیا، خداوند فردا او را زیر سایه عرش خود قرار میدهد. وقتی که آفتاب همه را اونجا خیلی گرم است، وقتی که هیچ سایه دیگر وجود ندارد، خداوند شما را زیر سایه عرش خود قرار میدهد. اگر مسلمان به خطا گراه داد، یعنی اشتباه کرد، شما با آن از دو طرف نگرید. اول باید برای آن که برادر شما به دام شیطان افتاد و اشتباه کرد، شما دلتان به او رحم باید کند و کوشش کنید تا آن را از این حالت رها سازید. دوم، شکر بر آن کنید که خداوند شما را به این حالت امتحان نکرد و شما به آن خطاگی دست نزدید. باید که شکر کنیم که خداوند ما را با این حالت امتحان نکرد و ما را از این چیز امین نگاه داشت. اینجا سلسله نوبتی را نیز از حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم به انجام میرسانیم. تا سلسله های آینده، خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر مهنت های ما برایتان پسند است و می خواهید ما را دستگیری نمایید، پس به شبکه‌های ما در یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام با نام سیرت الیقین ابونه شوید. همچنین ثبت های ما را به صحیفه های خود گیرید، آنجا نشر کنید و به یار و دوستان نیز روانه نمایید تا اینکه آنها مطالعه کنند. با سیرت الیقین باشید و برای دیگران نیز توصیه نمایید تا ما را همراهی کنند.